دورنده توپ طلایی در 10 ساله حکمسالاری مسی رونالدو و یا خود لوکا مودریچ هم با رئال مادرید تمدید شرطنامه کرد و زیدان از سمت سرمربیگی لاس بلانکوس کنار رفت، ولی تا حال هم تقدیر سرخیو راموس در تیم شاهانه ناروشن میماند. درود به کل شما دوستان عزیز، این برنامه نوبتی ترانسفر در عمل است که پیوسته از جالبترین رویدادهای ترانسفری میگوید. برنامه امروز را از گپ سری گزارش احتمالی سرخیو آگوئرو آغاز میکنیم و میگویم که آگوئرو به بارسلونا نه از برای پول میرود. همچنین باید قید نمود که پس از موسم نهایت باوراری 2021 برای منچستر سیتی آگوئرو چون فوتبال بازی آزاد از باشگاه میرود و چطور الکی معلوم است دسته نوبتی او بارسلونا میشود. دیارو سپورت اطلاع داده است که این حمله‌ور 32 ساله قریب 2 مرتبه کمتر از آن معاش خواهد گرفت که در منچستر سیتی بدون به حسابگیری علاوه پول‌ها به دست می آورد. معاش آگوئرو باشد در منچستر سیتی قریب 12 میلیون یورو در یک سال را تشکیل میداد. از این لحاظ پیشگویی می نماییم که سرخیو به اسپانیا اصلا نه از برای پول می رود، بلکه برای در روی خط بهترین های نشانزنان لالیگا قرار گرفتن که ما نیز برایش در این سمت مسند ورزشی برآمدی با موفق و بدون جراحت ها را می‌خواهیم. از طرف دیگر اگر بگیریم سرخیو آگوئرو واقعا هم بازیگر ایدئالی در موقع خود است. چکان و چالاک، دارای تکنیک عالی و صاحب استعداد بزرگ انجامدهی حمله هاست. همچنین نوابسته از آنکه حمله‌ور آرژانتینی نه آنقدر قامت بلند دارد، در مسیر 389 بازی در صف منچستر سیتی سرخیو 254 گل زده و همچنین بهترین نشانزن باشگاهی هم گردیده بود. در قهرمانی نوبتی سیتی هم پیش از به گردن آویختن نشانهای طلا محض آگوئرو 2 گل به دروازه اورتون وارد نموده بود. اگر 10 موسم سرخیو آگوئرو را در تیم منچستری نتیجه گیری نماییم، بازیگر آرژانتینی 5 کرات قهرمان انگلیا شده و برنده جام انگلیا، دارنده 3 سوپر جام انگلیا، مالک 6 کرات جام لیگ انگلیا گردیده. همچنین بهترین نشانزن دسته با 254 گل، بهترین نشانزن پرمیر لیگ انگلیا و بازیگر سال از روی فرضیه مخلصان در سال 2004 اعتراف شده است. پس از همین دستاوردهای نظررس و واقعا هم تاریخی، البته که بارسلونا میخواهد اشتباهی صادر نموده‌اش را وقتی فروش سوارز با دعوت آگوئرو و جای کردن او در بری مسی جبران کند. بازیگر شهرتیار دیگری چمپیونات انگلیا که به شرافت تاتنهم راه شرف پیدا نموده بود، همچنین فرصت‌های اخیری مسند ورزشی خویش را پس سر نموده کمی دیگر مانده است که پایافزارهای ورزشیش را در جامدان بماند. گپ سری بازیگر منتخب ویلز و دارنده 3 جام لیگ قهرمانان در صف رئال مادرید گارت بیل می رود که نه کلی چیز در حیات فوتبالیش به خوبی پیش می رود. محض برای روشن کردن معلومات سری آینده بیل، ژورنالیست معروف ورزشی فابریسیو رومانو که در اسکای اسپورتس و گاردین فعالیت می کند در خصوص بیل چنین گفته است: گارت بیل نقشه ندارد که پس از یورو 2020 ختم مسند ورزشی نماید. نوابسته به آوازه ها این نفر ویلسی در انتظار قرار عاید آینده خود است، چرا که تا حال شرطنامه عمل کننده با رئال مادرید داشته واخوری با تاتنهم را هم تنها پس از تعیین کنی مربی نو میگذراند. ختم مسند ورزشی نمودن بیل باشد گپی دروغ و یا که به اصطلاح امروزه گیریم فیک است، مگر که ممکن است به معلومات فابریسیو باور کرد. کلی چیز پس از یورو 2020 معلوم می شود، ولی تا این دم از رویدادی جای داشته و اظهارات رئال و تاتنهم پیگیر می شویم. از صف تاتنهم باشد حمایتگر دنی روز و دروازه‌بان پائولو گازانیگا کنار رفته. انگلیسی 30 ساله و آرژانتینی 29 ساله با سبب انجام شرطنامه با تیم لندنی عنوان فوتبالباز آزاد را گرفتند. از صف تاتنهم باشد دنی روز از لیدز در سال 2007 آمده در صف لندنی ها 214 بازی دایر نموده و 10 گل هم زده است. پائولو گازانیگا آرژانتینی باشد سال 2017 از ساوثگمپتون به تاتنهم گزارش نموده در صف دسته لندنی همگی 37 بازی دایر نموده است. رفتن این دو تن بازیگران البته با سبب‌های دیگر نالازم بودنشان به تیم لندنی بوده. روز و گازانیگا از این پس بهر غروب آرامانه مسند ورزشی دسته‌های دیگر را جویا می‌شوند.
غیر انتظار ترین و واقعا هم خبری شوم و دردی سر برای مخلصان اینتری نو قهرمان باشد، این از سمت سرمربیگی دسته میلانی کنار رفتن آنتونیو کونته می باشد. نفری که در دومین موسم خویش و پس از 11 سال انتظاری به اینتر اسکودتو تقدیم نمود. در این مورد خودی باشگاه اطلاع داده کونته را برای انجام دهی کاری ناتکرار و 19مین جایزه قهرمانی اینتر صمیمانه تبریک گفتند. آنتونیو کونته ابدا قسم تاریخ باشگاهمان خواهد ماند. آماده است در پیامک خیربادی جانبی نراتزوری. قسمت همیشگی تاریخ اینتر بودن را البته که کونته سزاوار شد، ولی از موسم نو تمرین دادن دسته به آنتونیو مشرف نشد پس از آنی که راهبریت دسته سمت پیشروی دیگر را انتخاب کرد. خودی کونته باشد پس از قطع شوی شرطنامه 7 میلیون یورو به دست آورده. اینتر باشد در مسیر 11 سال از تریبل تا به قهرمانی نو 12 مربی عوض کرده است و میلیارد یورو در ترانسفرها مصرف نمود. اگر اندک وارد تاریخ شویم، تابستان سال 2016 اریک تاخیر و ماسیمو مراتی 69% سهمیه‌های باشگاهی اینتر را به شرکت چینی سونینگ هولدینگز گروپ فروختند و مقصد اولیه سرپرستان چینی این پیروزی در لیگ اروپا و سری آ بود. به فینال لیگ اروپا البته بدون پیروزی برآمدند و در سری آ باشد موفق هم شدند. اینتر باشد پس از اظهارات مالکان نو آن زمان نیمه‌بازی اسپورتینگ ژائو ماریو را با عوض 40 میلیون یورو و حمله‌ور سانتوس گابریل باربوزا را با ارزش 29.5 میلیون یورو خریداری نمود. هر دو این بازیگران بر روی خط پنجگانه گرانترین بازیگران باشگاه در همان دوران وارد شدند. 9 از 10 خریداری‌های گرانترین را اینتر محض پس از آمدن سونینگ عملی کرد و 4 گزارش از این باشند پس از آمدن کونته. اصلا بگیریم مالکان چینی رمز قرارهای درست به حساب می رفتند، در حالی که اسپالتی اساس را بنیاد کرد و ماروتا و کونته اینتر را تا به اسکودتو رسانیدند، اگر که البته از قرار من بعدشان چیزی علاوه نکنیم. پس از مقام هفتم سونینگ قرار کرد که نه تنها در بازیگران سرمایه‌گذاری کند. در موسم نخست در بازیگران نو 160 میلیون یورو مصرف کرده شد، اما بر زمین در مربیان نیز پول مصرف میشد. لوچانو اسپالتی شرطنامه با معاشی 4 میلیون یورو در یک سال امضا نمود. بیشتر از این در ایتالیا تنها ماسیمیلیانو آلگری پول میگرفت و با انجام موسم استیون جان از شادی میگریست، زمانی که اینتر از راه خط نخستین لیگ قهرمانی خویش سر از سال 2011 استقبال میگرفت. یک بار از سری وظیفه کنار رفتن کونته باشد پرره با مشکلات‌های مالیوی مالکان چینی دسته ربط داشته راهبریت شرکت سونینگ قرار کرده است که به خاطر با اعتدال آوردن وضع مالیوی و کم کردن اخراجات اقتصادی هم پرداخت‌های معاش‌ها را به 2 ماه دیگر به تأخیر می‌گذارد، در حالی که بازیگران اینتر از ماه مارس این جانب معاش نگرفتند و هم معاش‌ها را به مراتب کمتر نموده قسمتی از بازیگران دسته را به فروش گذاشتنی است، چیزی که البته به کونته پسند نآمد و آنتونیو پرغرور و با خاراکتر قهرمانی از سر وظیفه سری وقت کنار رفت. در اینتر اگر کونته از سری وظیفه کنار رفت، میتوان گفت که از میلان دوناروما میرود. با گپ‌های دیگر میتوان گفت که فیلمنامه پفک مانند اوید به شرطنامه جانلویجی دوناروما اخیراً به نقطه نهایی رسید و میلان مات و مبهوت در انتظار پاسخ دوناروما دیگر طاقتش تاق شد و پس از یک شبانه روزی صاحب راحت لیگ قهرمانان شدن، دروازه‌بان لیل قهرمان میکمنیان را برای گذشتن از معاینه طبی به شهر میلان آورد. با دوناروما باشد در میلان الکی رسما خیرباد گفته، دیرکتوری باشگاه پاولو مالدینی با دوناروما در راه من بعد ورزشی کلی بهترین را خواهان شده است. احتمالاً در مسیر یک شبانه روز انجام موسم میلان کوشش دیگر را برای حفظ کردن دوناروما انجام داده بود، اما کار باز به تأخیر افتاد و میلان دیگر انتظاری کردن هم نخواست. از جانب دیگر اگنت دوناروما مینو رایولا برهان است که میلان صاحب راحت لیگ قهرمانان شده باید که شرط‌های قرارداد نو را بهتر می‌کرد. در خصوص این ژورنالیست جانلوکا دی مارسیو هم گفته است که دوناروما انتظار نداشت که میلان چنین طور با سرعت عوض کننده‌اش را پیدا می‌کند. اکنون میلان سهمیه اصلی خود را بدون یگان جبران پولی از دست می‌دهد. این زمان ترانسمارکت ارزش جانلویجی دوناروما را 60 میلیون یورو بهاگذاری نموده. بازیگر چنین قرب به پول از میلان می رود. به طور خلاصه می توان گفت که در این قضیه نفران عیبدار زیادند، سر از مالکان چینی که باشگاه را به گرداب اقتصادی غوطه‌ور نمودند و راهبریت دسته‌ای که رفت گفتشنیدها را اداره کرده نتوانست و تا آخرین فرصت‌ها آن را به درازا کشید و همچنین به خود اختیار دوناروما گذاشت، نفری که در این 4 سال هیچ عقل سالم در برآوردن قرار مستقلانه
پیدا نکرد. باشگاه فوتبال میلان چطور پیشتر گفتیم دروازه‌بان لیل منیان را خریداری نموده، شرطنامه تا سال 2026 با این دروازه‌بان امضا نمود. فرانسوی 25 ساله تحت رقم 16 در صف میلان برآمد نموده. پیشتر باشد خبر داده میشد که میلان از برای منیان 13.2 میلیون یورو پرداخت میکند، در حالی که خودی دروازه‌بان زیاده از 2.5 میلیون یورو سالانه کار میکند. در موسم سپری شده لیگ یکم که میک منیان با لیل PSG را از قهرمانی محروم نموده بود، 21 بازی از 38 دایر نموده است. با مسند ورزشی این دروازه‌بان اگر نظر کنیم، در صف دسته PSG میک منیان در رقابت بهر جای گرفتن در هیئت اساسی بر آلفونس آریالیا و سباستیان سیریگو هیچ پیروز نمی آمد و مسند ورزشیش در صف دسته پاریژی ببرار پس سر می شد. خود منیان باشد سال 2015 با لیل بر حوض همگی 1 میلیون یورو فروخته شده. سال 2017 پس از آمدن کریستوف گالتیه دروازه‌بان اساسی لیل شده بود. به طور خلاصه میتوان گفت که لیل علاقه استقبال از قهرمانیش را پوره به انجام نرسانیده، بازیگران پیشقدمش را ابردسته ها ربودن میگیرند. تغییرات های مربیگی چمپیونات اسپانیا باشند چنینند. سابق بازیگر رئال مادرید میچل گونسالس مربی خطافه تعیین گردید. این متخصص 58 ساله از نزدیکی مادرید در این وظیفه پپ باردالاس را عوض نمود. میچل خطافه را سالهای 2009-2011 هم تمرین داده و همچنین با سویلیا، اولمپیاکوس، مالاگا و پوماس هم کار کرده است. شرطنامه با میچل باشد 2 سال را در بر گرفته. در موسم قبلی خطافه زینه 15 را در چمپیونات اشغال نموده بود. مقام زینه 13 چمپیونات اسپانیا والنسیا باشد که با اشغال همین مقام از امکان اشتراک در اورجام ها را محروم شده بود. در مورد تعیین کنی سابق مربی خطافه پپ باردالاس به وظیفه سرمربیگی تیمش اعلان نمود. متخصص 57 ساله با جانب کورشا پاراکان شرطنامه مهلتش تا تابستان سال 2023 نوشته کرده. والنسیا را باشد در موسم قبلی خاوی گراسیو تمرین داد و سپس با سبب های نتیجه های قانع نکننده وارا او را عوض کرده بود. در بوندسلیگا باشد مربی که وولفسبورگ را به لیگ قهرمانان رساند خود به اینتراخت گزارش کرد. این نفر متخصص 46 ساله الیور گلاسنر می باشد که در صف دسته از فرانکفورت ادی خیوتر را عوض می کند. ادی خیوتر باشد به بروسیا از مینخنگلادباخ می رود. مربی بروسیا مینخنگلادباخ مارک روزه باشد چطور 2 ماه باز معلوم است شروع از موسم نو در بروسیا دورتموند سرمربی می شود. اینتراخت فرانکفورت باشد با گلاسنر شرطنامه مهلتش تا سال 2024 امضا نموده. تحت مربیگی او وولفسبورگ 4مین موقع را در بوندسلیگا اشغال نموده به لیگ قهرمان‌ها راه خط گرفت. اما نوابسته از این مربی از سبب مناسبت مشکل با دیرکتوری باشگاه یورگ شماد که از دسته چند پیش هم رفتنی بود، خود وولفسبورگ باشد بر عوض گلاسنر میتواند سابق سرمربی PSV مارک وان بامل را دعوت نماید. همزمان دسته همیشه قهرمان آلمان و یا خود باواریا از گزارش حمایتگری ریدینگ ریچاردز چون فوتبالباز آزاد اعلان نموده شرطنامه انجامش در سال 2025 امضا نمود. این فوتبالباز 23 ساله در صف دسته میونخنی تحت رقم 3 بازی نموده. این گزارش را چنین طور شرح داده است: گزارش به باواریا برایم شرفی بزرگ است. آرزویم به واقعیت تبدیل یافت و من با افتخار پیراهن یکی از بزرگترین باشگاه‌های جهانی را به بر خواهم کرد. اطمینان دارم که به دسته در رسیدن به کامیابی‌ها کمک نموده. راهبریت باواریا را از برای اعتماد تشکر میگویم. میا سن میا گفته است اومارد ریچاردز. یادداشت میکنیم که در موسم قبلی ریچاردز 41 بازی در چمپیونشیپ پس سر نموده بود. تغییرات دیگری کادری در چمپیونشیپ انگلیا این از بورنموث رفتن جک ویلشر میباشد. سابق بازیگر آرسنال که عین حال 29 سال دارد با انجام مهلت شرطنامه خویش دسته چمپیونشیپ را ترک گفت. ویلشر اصلا در ماه ینور به صف بورنموث پیوسته در این مسیر 17 بازی گذرانیده و 2 گل هم به ثمر رسانیده است. در آخر برنامه امروز برمیگردیم سر موضوع اساسی ترین ترانسفری و این هم سخنها سری مسی دستان است. بارسلونا پس از آنی که سوارز را از دست داد و اوروگوئی به اتلتیکو رفت و در چمپیونی دسته مادرید نقشی باسزا گذاشت دیگر اشتباه انجام دادنی نیست و این نوبت به مهمترین و کلیدی ترین بازیگر خویش شرطنامه 10 ساله پیشنهاد کرده است. لیونل مسی باشد شرطنامه را با بارسا تا حال تمدید نکرده و مهلت آخرین شرطنامه فعلیش 30 یونی همین سال می باشد. اما بازیگر ارژانتینی را میخواهند با 3 سال دیگر حفظ نمایند و سپس به MLS گسیل کنند. همین طریق راهبریت بارسلونا با پیشنهاد شرطنامه 10 ساله به مسی
و 5 سال در سیستم بارسا وظیفه کلیدی خواهد گرفت. 2 سال نخست را مسی در بارسلونا میگذراند و با 3 سال دیگر نقش نماینده بارسا را در MLS اجرا می نماید و بعداً به اسپانیا بازگشت می کند. خبر می دهد کاتالونیا رادیو. در موسم سپری شده چمپیونات اسپانیا باشد مسی 30 گل در 35 بازی زده و همچنین 9 پرتافت گل‌آور در آمار دارد. خلاص که نقطه نهایی در شرطنامه مسی و گفت و شنیدها به بارسلونا تا حال انجام ندارد و لیکن برنامه ما از انجام خیش درک داد. خیر تا برنامه دیگر ما را پیگیر باشید.